چه خبره به پنجاه این ویدیو چنلتون. خیلی خوشحالم بچه، میدونم خیلی فعالیت میکنم چون خیلی نت وضعیتش خراب شده و من نمیتونم ویدیو آپلود کنم و الان 4 دقیقه و بچه اومدیم پارت اول بازی بچه زرد. خب بچه لیتس گو بچه بزنیم بریم. سلام کوچولو. خب از این بالا بذار پرتش کنم با این. خب بچه ها بزنیم بریم. این چیه؟ خب ما باید بهش چی بدیم؟ الان غذاشو بدیم؟ چی کار کنیم؟ بذار اوه پرتش کردم اونور. یا برو بچه تو میخوای ما رو ترسونی؟ خوب بچه خب گفته پوشکشو عوض کن. وای دشوی کرد. خب مگه شیطونم؟ خب بزن بریم. جا چی میگی تو؟ خب حالا گفته بریم بخوابونیمش. بزنیم بریم بخوابونیمش. let's go. خب بریم بخوابونیمش. بخواب مهتاب. خب بخواب تو. من باید یه کتاب داستان مشی برات بخونم. خب یکی نه یکی بود یکی نموقعی از خدای مهربون کرد تو اصول خوندن آدم. خب بگیر که بخواب کفت بذار. خب حالا گفته منتظر پدر مادرش. حالا برو بیرون و در رو ببند. چشم. حالا گفته برو تلویزیون نگاه کن تا پدر مادرش بیاد. خب خدا بازی نگرم استادیم ما تمام بشه. خب بخیریم بخوابیم کفه مرگمونو بزنیم که قرار بریم چی بشه. ولی بازی کجاش ترسناک بود؟ باز یه چیزی شد. باسید گفت برو به بچهش سر بزن. چشم. گوگولی مگولی در وا شده. اه گوگولی مگولی تو اینجایی که چیکار کنم؟ بدم بقیلی بگی چیکار. گفته دوباره ببره خوابونه. چشم. بیری کفه مرگتو بذار دیگه. اوه یالود. خب چی باید بدم؟ گربت رو بدم؟ بیا گربت تو بینم. گربت تو بگیر بخواب. حالا بگیر بخواب. چی گفته؟ بخواب داستان باشه باید تعریف کنیم؟ نه گفته برو بیرون و در رو ببند. حواسم کجاست؟ درون بستیم ما. بزنیم بریم. خوبه دوباره باید بگیریم بخوابیم. برو تلویزیون. خب این چی نگاه میکنی؟ خوابش برد داد. خب بلند شدیم ببینیم چه خبره. اول چه خوب رد کردیم. هولیش باشه یکم از صدا میذارم بیاد. خب بچه چی گفته؟ برو دو بچه رو چی میگه؟ نفهمیدم چی گفتش. چی گفت؟ بچه کو؟ بچه دستو کن. بچه کو؟ اون بچه کجاست؟ بچه؟ الف بچه. گوگولی بیا بریم بازی کنیم. نمیدونم چی کنیم. بیا شیر تا بهت بدم. چجوری بدبخت رو پرتش کرد. شیر کو؟ شیر کو؟ چیکار کنم؟ شب شده پرسه داره. بزن دوباره. خب بیا. چی میگه بکنم؟ بزن بچه رو بندازم اینجا. خب چیکار کنم من الان؟ خب بذار من برم بیرون حالا دیگه. شاید گفته برو شیرشو پیدا کنم. چیکار کنم؟ چی بکنم؟ یه پیشی شیرش اینجاست. گوگولی کجاست؟ گوگولی اینجاست. گوگولی بیا بخو خوش شد. میگه برو دوباره کوچک شد. خب اینم بیاریم اینجا. خب بزن بریم اینو بردار. وات؟ برو دنبالش بگیریمش باشون. یه شورت هم راه میره. باز سوینم در باید ببندم. نمیتونید کجا رفتی؟
نکن دمش چیه بستا اینم اینجا میگیرم تو میگه اینجا رو فرار چی میگی آخه تو الان چی میگی چیه او دیوار رو زد شکست دیوار بیا اینجا خول دیوانه خوب شورت راه رفتن تا بردار بپوش شورت گوهه ببریم بخوابونیمش بریم بخواب چی شد؟ چپ شده بازا داره چشمک بزن دوباره خب بگیر بخواب خب یا برای داستان بخونم برات خوابت ببره خب یک نام خرگوش چی بود که انقدر از بچه بدی بود یه دختر دنبالش صحبت دوره داستان برات تعریف کنم چی میخوای خب بگیر بشه بده داستان برات تعریف کنم وای چی میگی تو ها عروسکشون میخواد بدبخت عروسک مورد نظر فکر کنم اینه بیا بخورش خب اینم گذاشتم حالا بیام براش کتاب داستان بخوانیم خب چشمک بزن دوباره خب خرگوشه دم فرفری داشت خب تمام شد برو گمش خوابید نوسا خوابید خب ببین بریم ها برو تلویزیون ببین ها من رفتم لبخند این که گذاشته من میدونم من اتفاق خاصی میخواد بیفته بچه هنوز پایان کاملش اونجوری که من میدونم هنوز پایان کاملش نیومده ها این چیه جون چی داری میگی مک بزن دوباره خب باید بگیرم بخوابیم دیگه چیکار باید بکنیم چیه آها این خرگوشه چیکارش کنم خب الان چی میدونم خرگوشه اصلا خرگوشه چیه خورده چیکار باید بکنم خب من الان خب من نمیدونم چیکار کنم چی میگه نمیفهمم چی داره میگه برم بیرون برم بیرون آها اینو بردار جعبه پستی بذار روی میز بینم میز بذار روی میز اصلی ای چی میگه چی شده میگه بار تلویزیون نگاه باشه من میدونم قیمت خوشی نداره ولی میرم نگاه خب بخوابیم و منتظر باشیم که خب رفت مرحله 3 به 3 چی گفته با تلویزیون نگاه کن دوباره گفت خب گفته چیکار کنم فکر برم یه نون توست درست کنم دیک بزن دوباره چی گفته برو به بچه سر بزن باش خوبته الفته چی میخوای چی میخوای خب بگو برم بدم اینو میخوای اینو بودم برم دنبال خرگوشش خب کجاست خرگوش کوچولو
خرگوشش کجاست؟ میگه دنبال خرگوش. چی میگه؟ نوشتیش نمیفهمم واقعا چی میگه. باید داستان تایپ کنم. چی بگم برات؟ ببر. چی میخوای خوب؟ بابا چی خوشحالت کنم؟ با چی خوشحالت کنم؟ بیا اینو بیا این پیشید رو میخوای؟ بیا اینو پیشید. به خوشحال شو. شغل شو دیگه. چی میخواد خوب؟ بیا اینو تو اینو بگیر. اینو میخوای؟ اینو خوشحالی خود تا بیا خودت. چرا میگه برو بیرون تا ببند؟ میگه چی؟ حالا یه نونه توست اینا درست کنم. واکن یه نون بذار وسطش. مواد لازم دوست از گوجه شروع کنم. یه دونه گوجه بذار اینجا. یه دونه از اینا بذار این روش. خیارشورم بذار اینجا. سوسیسم بذار اینجا. سوسیس غیبه داشته شد. خب این بذار اینجا. گیم باله. خب یه نونه توست دیگه هم بذارم روش. درشو ببند. چشمک بزن دوباره. شب شده برو ستاره. چشمک بزن دوباره. چی میگه؟ از خونه برم بیرون شعار کنم. نه از خونه که نباید برم بیرون. هرچی هست تو خونه. برم بالا طبقه بالا. فکرم بالا برو چیکار کنم؟ چشمک بزن دوباره. دست بکنم ببینی. What the heck؟ چی افتاد؟ تو خواب که اصلا نمیرم. چیکار کنم؟ برم تونه شیر بیارم براش. شیر چشمک بزن گیر کرد. خب باشه من گیم پلی اینجا شد دیدم. میدونم باید از کدوم بربری. یه خوشگل نمیشه شیر رو بخور. سکت شو. چیکار کنم؟ ببرم فکرم بخوره. توی وضعیت خراب. بچه این مرحله تموم شد. پارت بعدیش حتما براتون میذارم. بچه من تا میخوام برم ببینم چی میشه. فکر بده تا کامل نیومده. وای یه لحظه مردم از ترس. بیشور خواستم خیلی سمون یک پس اینجا چی کار باید بکنم؟ پسونک بدم. پسونک کجا تو؟ چی کار باید بکنم؟ نزن منو 10 دقیقه. بابا برم بخوابم. از خونه فرار کنم. چی میگی داداش؟ باید چی کار کنم آخه من الان؟ بذار برم بالا شده چیزی بشه. چشمک بزن دوباره. چپ شده وای یا خدا. چیکار کنم؟ گیم الان داره ترسناک میشه. چی بسه بدناش؟ چی میگه؟ بعد خوب های توی وضعیت دارم گوره برمیدم. راست چیکار کنم؟ نه هر چیز خوشم نمیاد. بیا اینجا گوگلی چیکار باید بکنم؟ جون که چیزی نیست. اینو واکن ببند واکن. اوف واسه خورد کن شده. اینو واکن دیگه بابا. نه اینجا چیز خاصی نیست. باید چیکار کنم؟ چی بگردم؟ برم یه جا قایم شم. برم چیکار کنم؟
چیکار کنم؟ وایو خدایا. اوه مردم ها. باید پستونک رو بدم بهش. شب شده پرسه داره. بیزیدم بیا کجایی بدم بدونم. بیا آروم باش. آروم باش. های پرت مرد. برم بخوابونمش. میدونم عاقبت خوشی نداره ولی برم بخوابونمش. چه ترسناکه. بیدار شد. چی میگه داشت؟ شما باید خدا دستم بخورم چشم بیا. شب شده پرسه داره. چیکار کنم؟ چی میگه داشت؟ چی بهش چی بخورم؟ که تو دستم باید بخورم؟ چیکارت کنم؟ ببرم بخوابم تا؟ خب شب شده پرسه داره. چشمک بزن دوباره. خب بینم ای عیشک خوشگله. خواستمانی نشد تو رو خدا. خب ببرد که تو دستم بخورم. گروم بشی. یو خدا. چی کتاب داستان بدی هم هستی. یو خدا. شب شده پرسه تا. چی میگی؟ شما امپراتور هخامنشیانی. یا خدا. این چه وضعیتیه دیگه. یا خدا. ویدیو چقدر طولانی شد. تمام شد ندادش. بازی تمام شد خدا رو شد. بچه از این پارت خیلی باحال و خفن و تو پارت بعدی بچه حتما منتظر باشید. بچه یادم بچه قدیما اینجا تمام میشه. بچه تا ویدیو بعدی بدرود. پارت دوشم حتما براتون میذارم بچه. تا ویدیوهای بعدی بدرود.